نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. السلام علیکم همدیگران عزیز. چگونه که مردم عزیز کشورمون میدونن با امر تقدیر هموطنان زیادی ما که بیرون از کشور در هجرت در این روزها کار و فعالیت دارن. در اینچنین در کشور لهستان هم عدد زیادی از همدیگران ما زندگی میکنن و به خاطر نامساعد بودن وضعیتشون در کشور مجبور شدن که این لهستان را وطن اقامتی اختیار کنن و زیاده شاید از 200 نفر تنها پناهنده سیاسی باشند که به خاطر حفظ جان و مال و ناموسشان پناهنده شدن به کشور لهستان. غیر از این عدد زیادی از هموطنان ما اینچنین به خاطر کار و پیشبرد زندگی به اینجا هجرت کردند و امروز ما خوشبختانه توانستیم با همکاری همه‌جانبه مهاجران مقیم لهستان برای خردسالان و نورسان تاجیکی که در این کشور هستند و دور از وطن برای آنها یک مسابقه تدارک بینیم که طول قریب یک سال می شود، نیم سال می شود، قریب طول نیم سال است که آنها آمادگی دارند و درس های می خوانند در این زمینه و امروز توانستیم که این مسابقه را برای امتحان و آزمایش و تشویق آنها برای آیندهشان برگزار کنیم. در این مسابقه از 5 فن بگیم از نورسان امتحان گرفته شد که قرآن کریم، حدیث پیامبر، سیرت پیامبر، اینچنین در رابطه با مفاهیم اسلامی، همچنین در مورد تاریخ کشورمان و اینچنین تاریخ کشوری که در اینجا نورسان ما و ما اقامت داریم در رابطه با آن از نورسان سوال کرده شد. خوشبختانه شرکت فعال داشتن و در آخر با تشبث مهاجرانی که در اینجا حضور دارند هدیه ها و جایزه های تدارک دیده شد از نام جمعیت مهاجران تاجیک و آنها تقدیم کرده شد. در آینده هم با خواست تلاش خواهیم کرد که هرچی ارتباطی خود را با تاجیکان مقیم لهستان قوی کنیم و برنامه‌های بهتر و خوبتری برای فرزندانمون در آینده در نظر بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
حفظ سورة الفجر وما بدأت يكون حفظ سورة الفجر وما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا صدق الله العظيم. شو پنج آیه بخونم باستن. حضرت بیلال از غلامی آزاد شدن و چی مشغول شد؟ سوال بعدی فرسای طهارت چند تا و کدام باید؟ فرسای طهارت چهار تا یعنی روی را شستن تا منن و تنالبی گوشت و دست را شستن تا آری سری و بحث چنک سر و چهارم شستن تا بیلن ماشاءالله. بعدی نامی پرزنتی پاشم. پرزنتی پاشم. انجلیکا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إزوجو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح أرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ماشاءالله. سوال بعدی نماز چیست؟ عبادت کردن برای الله. آفرین. مشرکان و مسلمانان چقدر اختلاف داشتند؟ آنها گفتند که برای آنها یکم چیز نفروشند. آنها را عذاب میدادند. سوال
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. خدا صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي
نفری بعدی اجازه بدیم حلیمه وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تشکر زیاد. سوال بعدی حفظ حدیث هفتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا ومن يصلينا ويوقف كثيرا. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. حفظ حدیث پنجم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إِنَّا فِي قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الرَّحِيمِ. إِنَّا أَتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ماشاءالله. حفظ بعدی سوره همزه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذي يخرج في صدور الناس من الجنة. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. از نام خدا از نام همه برادران که در این تشریف دارم و دستانداران این مسجد اظهار تشکر بکنیم و اینچنین اظهار تشکر بکنیم از بخش بانوان در ورشوی پولنده پیمان ملی تاجیکستان که امروز جمع رو برگزار کردن و اظهار تشکر از همه خواهرانی که در این کار به خیر سخت گذاشتن
خدمت کردن امروز یک چاره‌بینی خیلی مهمی فرهنگی رو در اینجا تولید کردن. بارگاه بسیار تشکر میکنیم و امید داریم که در آینده هم پدر و مادران با همراهی فرزندان خود کار میکنند و این فعالیت فرهنگی ادامه مییابد و بعد از هر امید داریم که بعد از هر 3-4 ماه یک بار این چاره‌بینی فرهنگی در اینجا برگزار میگردد. بار دیگر در همگان زاری تشکر میکنیم. برادران عزیز و ارجمند. با بشوم خیلی چیزا. ها؟ با مسابقه شوم؟ میگه که با همینطوری آزمون بشه وکر ها کو اگم شاید توجیکی بخوام؟ فورم من فور پولشگی Marsz, Dobrowski, ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem, ząć się z narodem. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذه الفاعلية این همایش سبقت قرآن از طرف جمعیت تاجیکان تشکیل کرده شده است و اینجا ما جمع بزرگی برادران، خواهران و اینچنین طفلکان را می‌بینیم که همگی دانش خوب از حفظ قرآن و احادیث نبوی و اینچنین از دین زیبای اسلام دارند و ما از خدا می‌خواهیم که آنها را در کارهای خیر موفق گرداند. في حفظ القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية وأيضا بعض المعلومات عن تعاليم هذا الدين الحنيف. فجزا الله خيرا القائمين على هذه الفاعلية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم إلى ما فيه الخير وإلى تطوير وتنمية هذه النشاطات وجزاكم الله خيرا. أخوكم نزار شريف من المركز الإسلامي في وارسو. بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را سپاسگزار میکنیم که امروز در یک محفل نورانی و محفل قرآنی شرکت کردیم و در این محفل پرنور فرزندان ما هم از جمله اشتراک کننده ها بودند و دخترچه خورده هم با فضل مرحمت خداوندی در این محفل جای اول را گرفتند. این محفل با زحمات خیلی زیاد تا اینجا رسید و امیدواریم که در آینده هم این محفل ها ادامه می‌یابند و اون حلقه هایی که برای فرزندان ما تشکیل کردن خیلی حلقه های پرنور، حلقه های پرصفا و جالب و خوبیش همین که همه این حلقه ها توسط خواهران خود ما تاجیک ها تأسیس شد، تشکیل کرده شدند و این حلقه ها تأثیر خود را به واسطه در روحیه فرزندان، در روحیه ما والدان گذاشته اند و در آینده هم از این بیشتر خواهند گذاشت. از تمامی کسانی که در این حلقه ها حضور داشتند، از معلمه های گرامی، از تشکیل کننده ها و از دیگر برادرانی که در این کارهای خیر سهم داشتند و در وقت انجام حلقه ها به خانواده های خود کمک کردند، از همه اشان سپاسگزاریم. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات